بسم الله الرحمن الرحیم. امیرحسین هستم از بلژیک. ضمن عرض سلام و ارادت خدمت برادران و استادان عزیز جناب آقای انصاری، آقای سلیمانی و آقای سجودی، میخواهم مطالبی را خدمت هموطنان خودم در ایران عرض کنم. در دنیا هر چیزی را با یک ترازو اندازه‌گیری و وزن میکنند و در اسلام ترازو قرآن است. معیار قرآن و سنت رسول گرامی است. شما که شرک ورزی میکنید، حضرت علی را مدبر لیل و نهار میدانید، رئیس جمهور آقای احمدی نژاد میگوید امام زمان جهان را مدیریت میکند، این شرک نیست؟ شرک است. شما میگویید حضرت علی رضی الله عنه امام منصوص است، از طرف خداوند منصوب شده است. میگوییم دلیل بیاورید، میگویید خدیر خم گفته است حضرت رسول فرموده است من کنتم مولا و هذا علی مولا. در صورتی که نمیدانید یا خود را به ندانستن زده اید. زبان عرب زبان فصیح و بلیغی است. اگر پیامبر میخواست در غدیر و خم جانشین اعلام کند، باید میگفت من کنتم مولا و هذا علی مولا و خلیفتی من بعدی. بعد میگویید در زمان رحلت کاغذ و قلم میخواست که جانشین تعیین کند، ولی عمر نگذاشت. مگر در زمان رحلت و مریضی پیامبر علی و فاطمه در آنجا حضور نداشتند؟ خب آنها کاغذ و قلم می آوردند. ما موحدین که قبلا مشرک بودیم متوسل به قرآن و سنت رسول اکرم هستیم. پیامبر فرمود هر که در دین من بدعت بگذارد گمراه است و هر گمراه در آتش جهنم. از آن را که خداوند به پیامبرش وحی نمود دست بردید و شهادت ثلاثه را در آن گذاشتید. راست است که گفتند الناس یتبعون دین ملوکهم. شما دین و مذهب خود را از صوفیان علی پرست صفوی گرفته اید و همین آخوندها همیشه با ظالمین و قلدران تاریخ همکاری کردند و در سلسله صفوی و بعد هم در سلسله قاجاریه میگفتند از سلطان ذل الله، سلطان سایه خدا در زمین است و در خیانت و جنایت آنها سهیم شدند و ملتی را از خدا و قرآن و سنت و رسول اکرم دور کردند. تا کی می‌خواهید به این قبر پرستی و امامزاده پرستی ادامه دهید؟ خدا می‌فرماید ان الله لا یغیر بقومی حتی یغیروا ما بانفسهم. کمی بیاندیشید و عقل خود را تعطیل نکنید. و السلام من اتبع خدا حافظ شما. Oh